دویم سوال همین که کسی که خودکشی میکند راست به دوزخ رفته ابدی در دوزخ میموند یا که جزاش گرفته میبروید یا که آدمی خیلی خوب باشه جنت هم رفتنش ممکنه؟ خودکش سببش چی؟ 51% خودکش ها سببش نامعلوم میگن. یعنی بعد وفاتش تحقیق میکنن که سبب ندارد، سببش معین کرده نتونست. مثلا هست آدمایی که سحر قدی بعدی بامداد 4 کس میبیان قرضتی گفته فشار میبیارن میرد خودش میآویزد، خودش به دار میکشه. سبب معلوم اینه، یعنی گویا از قرض گریخته است. این خطا هست. میلیارد قرض داشته باشیدم راهی گریز نیست این خودکشی. و کجا میگریزید؟ کجا روید؟ ملک الله تعالی هست. قرض باید تید. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که یغفر للشهید کل شیء الا الدین. برای شهید همه گناهش بخشیده میشه غیر قرض. قرض بخشیده نمیشه. قرض حق آدم است، حق الله تعالی نیست. از آدم پول گرفتید باید گردانید. آدمایی که قرضدار هستید، فریب دادید، امروز وای آدم در دیگر کشور است، شما یافته نمیتوند، پولش ستانده نمیتوند، شما در روی زمین الله تعالی زندگی دارید، فردا با همین تگی زمین میرید، از قبضه الله تعالی هیچ جا گریخته نمیتونید. حالا روز قیامت اون دینارها و درهمها، یعنی هر یک دلاری که قرض گرفتید و ندادید، بعد پرسنتش کتی میتید روز قیامت. بسیار کلام میشد، بسیار عظیم میشد، داده نمیتونید. ثوابتون باشد، ثوابتون گرفته به اون صاحب پول داده میشه، چون که شما به عرق جبین مهنتی که کرده است به فرزند شاید نداده است، به شما داده است، در وقت ضرورتتون گرفتید و گریختید، برنگردانیدید و روز قیامت خیلی کلام میشد، داده نمیتونید. بعد ثوابتون باشد میتید. این خیلی آدمانده ثوابش شدنش هم کم است. ثوابتون باشد، ثوابتون همیشه به او داده میشه تا زمانی که قرضتون صاف شود. اگر ثوابتون نرسد، غالبا نمیرسد، گناهی و آدم گرفته به گردن شما پرتافته میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ثم طرح فی النار، سپس به آتش دوزخ پرتافته میشد. طرح یعنی پرتافته میشد به آتش دوزخ. گناهی و آدم به شما میگذرد، او چقدر گناه کرد و گناهی و آدم شما جزا میکشید. ببینید، یعنی این حدیث از یک جهت به آدمایی که بیچاره هستن، پولاشون آدمو گرفته فریب کرده، گریخته گشت از جانشون در میکند که پولی من نداد گفته، با اونها تسلیت است که روز قیامت هست، حساب و کتاب است، و به اینها تهدید است. حذر کنید تا برادر، ترستان از حق مردم، قرض به صاحبانش برگردانید. خب چی بود سوال؟ خودکشی سببش اگر معلوم باشد و خودی همین آدم به الله تعالی به روز قیامت ایمان دارد، عقیده سالم داشته باشد، این آدم مرتکب گناهی کبیره شده است. یعنی این آدم به سبب خودکشیش کافر نشد، الا اگر خودکشی حلال گوید. خودکشی حرام است. کسی خودکشی حلال گوید بله و کافر است، چون که چیزی که الله حرام کرده است خلاف همون اعتقاد کرده است، حلال گفته است، او کافر است. لیکن حرام این، لیکن من مجبوری خودم میکشم گوید، او خودکشی راهی نجات نیست برادران. کدام مصیبت باشد، کدام کار کردی خودش کشته باشد و راهی نجات، هر یک کار، هر یک مصیبت، مشکلی، هر یک پرابلم علاج خود را دارد. برادرای عزیز، خواهرای عزیز، هر یک مصیبت و مشکلی علاج دارد. علاج یگان بلا و مصیبت خودکشی نیست. این کار هیچگاه نکنید. بنابراین آدم های دیندار خودکشی نمی کنن. یک وقتی یک رئیس در یک برآمدش برآمد میکرد، میگفت سبب خودکشی کمبغلی هست، گفت در ابتدای صحبتش. و در آخر سخنش میگفت که سبب خودکشی
مثلا قزاقستان کشی نسبت تاجیکستان بسیار است. مردمی تاجیکستان نسبت به مردمی قزاقستان دیندارتر هستند، کمبغالتر هم هستند، دیندارتر هم هستند، لیکن خودکشی ها در قزاقستان بسیارتر بوده است نسبت تاجیکستان. دور نمیریم، اروپا نمیریم. اروپا باید خودکشی زیاد است از تاجیکستان دیده، برای چی؟ ایمان نداره. یا در امریکا خودکشی بسیار است. من یا بدبخت خودش کشته است میگن سال 2019. برای چی کافرها بسیارتر خودکشی میکنند؟ اینا فکر میکند که تمام همین که میموری خلاص خورده از مصیبت های دنیا. یا سحر خطی بینید روسای هم پیوه خوردگی حالی بامداد نشده است، مست در مترو. برای چی؟ اینا درد و مصیبت و مشکلی های حیات نمیخواهند چشند، بنابراین عقلشون میپوشن با این موادها، بعد خرسند میگردن. انازی آدمای کریستال میخوردگی در تاجیکستان همین خیلی از دنیا همین جای مشقت، از جای غم، از غصه است. همین غم و غصه دنیای برداشت کرده نمیتونه آدمی بی عقیده، بعد کریستال میخورد، کوکنار میخورد، افیون میخورد، چکیده میخورد، تا اینکه ببینید همه وقت خندیده، همه وقت خندان، نسترینی ها خوب. برای همین غلامی نارکوتیک شدن. همین کافرای همین کارا میکنن. اینا نادرست، راهی نادرست طی میکنن. خلاصه در آخر سخنش میگوید که یعنی وقتی که در کشورهای ترقی کرده خودکشی بسیار است نسبتی دولت‌های کمبغل. این دلالت میکند که سبب خودکشی کمبغلی نیست. میگوید واقعا سبب خودکشی این بیماری روحی هست. روحی همین آدم غذای سالم ندارد. تنه آدم اگر غذای سالم نخورد بیمار میشه. اگر روحش هم غذای روح نگیرد روحش بیمار میشه. خب هست بیمارهایی که اونایی که خودشون به قتل میرسونند، به نظر ما میبینید که خودش به قتل رسانده است، ظاهرا گویا خودش کشته است. همین های بعضی محققا میگن که 51% اینهای خودشون به قتل رساندگی نیست، جن اینهای کشتگی هست. جن اگر آدم به قتل رسانیدنی باشد همین طریقت غالبا میکشد. یعنی آدم او می آویزد گویا که در نظر ما همین آدم خودش را کشته است، لیکن وی جن به قتل رسانیده است. اگر واقعا جن وی به قتل رسانیده باشد وی آدم گناه ندارد، اگر مسلمان باشد. اینم بنابراین برادرای عزیز عقیده درست داشته باشید. کتاب اصول اعتقاد داریم. اصلا هر یک آدم، یک زن، هر یک مرد، هر یک کودک، فرزنداتون به همونا خوانید. سری دسترخوان پیش از اون که طعام میخورید یک ابزست خوانید، یک جمله خوانید: ایمان به فرشته ها، ایمان به پیغمبرها، ایمان به کتاب ها، ایمان به روز قیامت، الله تعالی کیست، نام های الله تعالی، صفت های الله تعالی. اعتقاد است. آدمی که اعتقادش درست است خودکشی نمی کند. رفت و از جانب جن ها یا از جانب انسان ها به قتل رسانیده شودم، آدمی اعتقاددار عاقبتش جنت است. آدمی مومن از مردن نمی ترسد. برای چی؟ همین که جانش برآمد و جنت می دراید. راحت است برایش مرگ. بنابراین فرزندان خود، اهل عائله خود را در روحیه ایمان تربیه کنید، بعد پروا نمی کنید. اونا کمبغل نمیشوند، بعد شما بای میشوند، کجا زندگی میکنند هیچ پروا نمیکنه. اگر فرزندتون به ایمان باشد، اگر فرزندتون پولدار باشد و به ایمان باشد، ترسید از اونا. تربیه خوب نداشته باشه، از اونا ترسید. برای همین یعنی الله تعالی خودش آدمی که خودکشی کرده است خوب حساب و کتاب میکنه. الله تعالی احکم الحاکمین است، حاکم ترین حاکم ها، قاضی ترین قاضی ها. و الله تعالی سریع الحساب است، تیز حساب میکنه. و الله تعالی دانا است، کسی را ظلم نمی کند. وضعیتش دیده به همون حکم میکند. اینکه اگر آدم مسلمان باشد، خودکشی این آدم کشی هست.
یعنی یک گناه کبیره هست. یعنی اگر مؤمن مسلمان باشد، اکنون مؤمن گفته نمیشد، مسلمان باشد و دست به خودکشی کرده باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن تا روز قیامت گفتن، در دوزخ نگفتن، تا روز قیامت وای خودش کشته میگیرد. مثلا خودش اگر آتش زده کشته باشد، این از همه بدترین نوع خودکشی است. خودش با آتش زده کشته میگیرد، گشته الله تعالی زنده میکند، با گشته خودش میکشد. همین عذاب و الم خودکشی رو تا روز قیامت چشیدن میگیرد. یا خودش با کارد زده کشته باشد، همین درد علمی که کارد کردی خودش کشت، همین چشیدن میگیرد، الله تعالی زنده میکند، با میکشد خودش. این تا قیامت هست. اما روز قیامت بعد الله تعالی حکم میکند، خواهد به این گناهش با الهیده جزا میدهد در دوزخ، خواهد میبخشد، اونش امر الله تعالی هست برادر. به هر حال کسان آدمانی که صحبت علما را گوش میکنند، از علم و از معرفت، از عقیده، از احکام شریعت با خبر هستند، انشاءالله مصیبت های دنیا با دلی گشاد قبول میکنند، نمیترسن از بلای مصیبت های دنیا، همش آمد صبر میکنند، صبر میکنن، از الله تعالی یاری میپرسن، استواری میپرسن، از این بلندی ها و پستی های دنیا گذشته میره. این دنیا خیلی جا است، این دنیا جای راحت نیست. جنت جای جاویدانی هست، جای ابدی هست. این دنیا موقتی است برادران، میگذره. بله